کوچولو له شد. نگاه کنید بچه ها، اگه از اون آدامسا گرفتین اصلا لهش نکنید، چون که چسبید به این سیر خورد کنم دیگه کنده نمیشه. ببینید حالا بریم چشمو باز کنیم. بچه این آدامسا خیلی بدمزه بود، به نظر من که اصلا نگیرین از این آدامسا. خب حالا بریم این چشمه رو ببینید. چشم دیده میشه، این خواسته شبیه چشم باشه ولی بازم همون. 1 2 3 بچه فکر کنم این بار آخرین باری باشه که من از این ویدیو میگیرم، چون خیلی سخت از روی این پاک میشه این خوراکی ها. بریم 1 2 موفق شدیم.